شبکه تلویزیونی CNN آمریکا نامه‌ای اعتراض‌آمیز را افشا کرد که در آن کارمندان وزارت امنیت داخلی آمریکا از اینکه دولت این کشور در قبال کشتار مردم غزه سکوت کرده است به شدت انتقاد کردند. ما خواستار آتش‌بس فوری در غزه هستیم. ما به کارکنان بخش‌های مختلف از جمله کنگره، وزارت خارجه و سراسر قوه مجریه می‌پیوندیم که نگرانی‌ها و دغدغه‌های مشابهی برای ترغیب دولت بایدن به آتش‌بس فوری دارند. رئیس آنروا، آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی هم با صدور بیانیه‌ای رسمی هشدار داد که غزه در شدیدترین بحران انسانی تاریخی خود گرفتار شده است. آنروا تقریباً 1,400,000 نفر را در ساختمان‌های خود در غزه پناه داده. آنها جایی برای رفتن ندارند. گرسنگی، تشنگی و بیماری زندگی مردم غزه را فرا گرفته است. آن هم در شرایطی که بمباران‌های بی‌امان قربانیان غیر نظامی بیشتری بر جای می‌گذارد. همزمان مدیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل در منطقه غرب آسیا هم اعلام کرد که عملیات کمک رسانی بشردوستانه به غزه کاملا در آستانه فروپاشی است. به این معنا که به خاطر ادامه بمباران‌ها ممکن است امکان کمک رسانی به مردم غزه از بین برود. واقعا فاجعه بار است. مردم در غزه همه جا جمع شده اند، یا در خیابان‌ها هستند یا در پناهگاه‌های بسیار پر ازدحام و شلوغ. هیچ آب و غذایی هم برایشان وجود ندارد. در این شرایط دائم هم صدای بمباران در گوش مردم میپیچد. من هفته گذشته آنجا بودم و از نزدیک شاهد این وضع بودم. معاون برنامه جهانی غذای سازمان ملل با ابراز تأسف از اینکه رژیم صهیونیستی از گرسنگی مردم غزه به عنوان یک سلاح جنگی استفاده می‌کند، اعلام کرد که بر اساس قطعنامه 2417 شورای امنیت استفاده از گرسنگی به عنوان یکی از ابزارهای جنگ جنایت جنگی محسوب می‌شود. او از دبیرکل سازمان ملل خواست هرچه زودتر در این باره یک گزارش رسمی به شورای امنیت ارائه کند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.